یک درخت سیب بود و یک پسر بچه کوچک. پسر بچه همیشه بالای درخت بازی میکرد. از تنه‌اش بالا میرفت و سیب‌هایش را میخورد و در سایه‌اش میخوابید. زمانی گذشت، پسر بچه بزرگتر شد و دیگر توجهی به درخت نداشت. درخت گفت بیا با من بازی کن. پسر گفت من دیگر علاقه‌ای به بازی ندارم. وسایلی برای زندگی احتیاج دارم که باید بخرم ولی پول ندارم. درخت گفت میتوانی سیب‌هایم را بفروشی و پولی به دست بیاوری. پسر سیب‌ها را چید، فروخت و نیازهایش را برطرف کرد. و درخت هر چه صبر کرد خبری از پسر نشد. مدت‌ها بعد پسر که مرد جوانی شده بود با اضطراب به سراغ درخت آمد. درخت پرسید چرا غمگینی؟ بیا در سایم بنشین. پسر گفت خانه‌ای نیاز دارم که سرپناهم باشد. درخت گفت برای ساخت خانه از شاخه‌هایم استفاده کن. پسر با خوشحالی تمام شاخه‌های درخت را برید و با آنها خانه‌ای برای خودش ساخت. دوباره پسر برنگشت و درخت تنها ماند. پس از مدتی برگشت و گفت برای رفتن به سفر نیاز به یک قایق دارم. درخت گفت میتوانی از تنه‌ام قایق زیبایی بسازی. پسر تنه را برید و قایق ساخت و رفت. پس از سالیان دراز برگشت پیر و غمگین و خسته. درخت گفت من دیگه نه سیب دارم، نه شاخه دارم و نه تنه. برای پناه دادن به تو حتی سایه هم ندارم. فقط کنده هم مانده است. پسر گفت از زندگی خسته شدم و فقط میخوام با تو باشم. و سالها در کنار کنده درخت به سر برد. اغلب ما شبیه آن پسر هستیم و با والدین خود چنین رفتاری داریم. تا کوچیک هستیم دوست داریم با اونها بازی کنیم، بعد تنهاشون میذاریم و میریم و زمانی دوباره برمیگردیم که نیازمند هستیم یا گرفتار. پدر و مادر همه چیزو میدن تا شادمون کنن، از وجودشون مایه میذارن تا مشکلاتمون رو حل کنن و تنها انتظارشون اینه که تنهاشون نذاریم. به والدین خود عشق بورزید.